توضیح بدم؟ آره. خب این نقطه مقابل گل که علامت گرفته وای میسته، بعد بیا پشتش هم بگیر یه شیاری داره میره تو پاپمون، خب موازی با کف سرسیدن که این چاک این میره توی این شیار قرار میگیره، چاک چپ نمیشه. بیا لحظه اینجا دوباره این میره تو پاپمون هم همینطور شیار داره، اون چاک دنده میره داخل این شیار قرار میگیره. اوکی؟ شیار که شیاره هم موازی کف سرسیدن رو به داخل. خب دوباره اینجا هم این گرد زنجیر وای میسه روی این دنده، بالانسرمون یه چاک داره که مقابل این شیار قرار میگیره. اون که این تایم بالانسره، حالا روش یه نقطه هم داره که به سمت پایین روی گل زنجیر برپایسته. از عقب هم که